درود و لبخند دوستان. در این ویدیو میخوایم با هم یه نگاه دقیق بندازیم به یه پژوهش جالب در مورد اثر بخشی سوجوک تراپی روی یه بیماری خاص تیروئید به اسم تیروئیدیت لنفوسیتی مزمن یا CLT. میخوایم ببینیم این مطالعه چطور انجام شده، چه تکنیکایی به کار رفته و نتایجش چی بوده. این مطالعه در نشریه آنیوری مدیسن منتشر شده. عنوانش هست نتایج درمان CLT با سوجوک تراپی بر اساس داده‌های سونوگرافی. هدف اصلیشون هم این بوده که ببینن سوجوک روی بیمارانی که توی سونوگرافیشون تغییرات میکروکیستیک داشتن چه اثری داره. ولی نکته خیلی جالبش اینه که چطور یه یافته‌ای مثل کلسیفیکیشن که آدم فکر میکنه بده اینجا نشونه بهبودی بوده. خب بیایید با هم این پژوهش رو باز کنیم ببینیم داستان چیه. بیماری‌های تیروئید بعد از فاجعه چرنوبیل تو روسیه خیلی شایع شده و پزشکی رایج دنبال روش‌های مؤثر و ارزونه، ولی خب متاسفانه مطالعات کمی انجام شده که همکاری پزشکی رایج و طب مکمل رو بررسی کرده باشه. در حالی که این پژوهش نشون میده میتونه خیلی هم امیدوار کننده باشه این همکاری. بریم سراغ جزئیات خود مطالعه. ببینین این مطالعه روی 7 خانم انجام شد که سنشون بین 20 تا 52 سال بود. همگی هم تشخیص قطعی تیروئیدیت لنفوسیتی مزمن داشتن. توی 4 تاشون با نمونه برداری سیتولوژی تایید شد که خیلی دقیق بوده. اون 3 نفر دیگه هم بر اساس مجموعه معاینات بالینی و آزمایشگاهی کامل به علاوه نتایج سونوگرافی تشخیص داده شدن. بررسی‌هایی که روشون انجام دادن، اول سطح هورمونای T3 T4 TSH رو گرفتن. این کارو قبل درمان، بلافاصله بعدش و حتی 6 تا 12 ماه بعد از آخرین جلسه هم تکرار کردن تا ببینن اثرش کوتاه مدت بوده یا بلند مدت. دومین ابزار و شاید مهمترین ابزارشون هم همون سونوگرافی بود. برنامه سونوگرافی هاشون هم خیلی جالب بود. اول قبل از هر درمانی 6 ماه تموم هر 2 ماه یه بار سونوگرافی کردن تا ببینن بیماری خودش چه شکلی پیش میره. بعد وقتی درمان سوجوک شروع شد هر ماه سونوگرافی میکردن و بعد از تموم شدن درمان هم تا 1 سال هر 3 ماه یه بار سونوگرافی تکرار شد تا پایداری نتایج رو ببینن. در همه این مراحل هم دستگاه و هم تنظیماتش یکی بوده تا مقایسه دقیق ممکن باشه. اینکه قبل از درمانم وضعیت رو زیر نظر داشتن واقعا هوشمندانه است و به مقایسه خیلی کمک میکنه. حالا ببینیم یافته‌های اولیه قبل از شروع درمان سوجوک چی بوده. یافته‌های اولیه توی هر 7 نفر یه سری تغییرات ساختاری رو توی هر دو لوب تیروئید نشون میداد. بیشترش ساختارهای گرد و کوچیک بودن با قطر 2 تا 5 میلیمتر که توی سونوگرافی تیره تر دیده میشد. گاهی هم اینا به هم وصل میشدن. بقیه بافت تیروئید هم یک دست نبود. حالت دونه دونه درشت داشت. گره مشخصی هم دیده نشد. نکته نگران کننده تر توی اون پیگیری‌های قبل درمان این بود که 5 نفر از 7 نفر تو اون 6 ماه قبل از درمان وضعیتشون داشت بدتر میشد. یعنی تعداد اون نواحی تیره بیشتر شده بود و تیرگیشون هم شدیدتر. حتی بعضیشون کاملا سیاه شده بودن که یعنی تغییر کیستیک داشتن. پس بیماری داشت پیشرفت میکرد تو اکثرشون. فقط 2 نفر تغییر نداشتن. محققان هم توضیح دادن که این یافته‌ها دقیقاً با اتفاقی که تو سطح بافت داره میفته تطابق داره. یعنی حمله سیستم ایمنی. نفوذ لنفوسیت‌ها و پلاسما سل‌ها به بافت ساختار فولیکولار رو خراب میکنه و همین باعث اون نواحی تیره تو سونوگرافی میشه. پیشرفت بیماری هم یعنی التهاب و تخریب بیشتر و در نتیجه تیرگی شدیدتر یا حالت کیستیک. تغییرات دیگه‌ای هم بود. ممکنه هایپرپلازی یا فیبروز هم رخ بده. یه نکته روانشناسی جالبم تو مقاله بود. میگفت بیمارایی که اولش بیماری رو جدی نمیگرفتن و درمان دارویی نمیخواستن وقتی تو سونوگرافی دیدن وضعیت داره بدتر میشه راضی به درمان شدن، ولی هنوزم هورمون نمیخواستن مصرف کنن. واسه همین محققا سوجوک رو به عنوان تنها راه درمان پیشنهاد دادن. این پیش زمینه به خوبی نشون داد که چرا درمان لازم بوده. حالا برسیم به این که نحوه درمان چجوری بود و دقیقاً از چه تکنیکایی در سوجوک استفاده می‌کردن. جلسات یا روزانه بود یا یه روز در میون بسته به وضعیت بیماری، شکایات بیمار و شدت اونا. هر دوره 10 جلسه بود. 2 تا 3 دوره درمان گرفتن با فاصله 2 تا 6 ماه بین دوره‌ها. تکنیکایی که استفاده شد درمان 5 مرحله‌ای، نقاط انرژی پایه و سیکسکی بود. نقاط انرژی پایه رو سوزن می‌زدن ولی اگه بیمار ضعیف بود مینیموکسا هم برای گرم کردن استفاده می‌کردن. روی نقاط نزدیک تیروئید بیشتر کار می‌کردن و یه نقطه اضافی هم بالای تیروئید روی مفصل اول 60 در نظر گرفته بودن. همه این نقاط رو هم در سطح یین و هم در سطح یانگ کار می‌کردن.
درمان با سیکسکی هم انجام شد. برای رسیدن به تیروئید وارد شاخه گرمی در یینداقی شدن و اونجا در ساختار تیروئید تری رو کم کردن، چون کیست رو تری می‌دیدن. روش چهارم هم ماساژ انطباق و دانه درمانی بود که به بیمارایی پیشنهاد شد که انگیزه داشتن و می‌خواستن زودتر نتیجه بگیرن. به بیمارا آموزش میدادن خودشون روی نقاط انطباق کار کنن. انطباق تیروئید و ستون فقرات گردنی و ماساژ میدادن و شبا هم روی این نواحی دونه میچسبوندن. پس با این 4 روش در واقع یه رویکرد ترکیبی و کامل داشتن. حالا میرسیم به سوال اصلی که اینا آیا موثرم بود یا نه؟ نتایج چی میگن؟ خب نتایج از چند جنبه قابل توجه بود. اول از نظر حس خود بیمار. همه میگفتن ناراحتی گردنشون خیلی کمتر شده. 4 نفرشون هم سردرد و تعلیقشون کاملا خوب شد و میگفتن حس میکنن کاراییشون بهتر شده. البته اینا ذهنیه و خود محققین هم میگفتن اینا معیار اصلی نیست. از نظر اندازه غده هم تغییراتی بود. ابتدا 3 نفرشون گرید 1 بودن، بعد درمان شدن 2 نفر. هورمونا هم یه روند جالب داشتن. قبل درمان که نرمال و ثابت بودن، ولی بعد از هر دوره سوجوک تو همه بیمارا یه تمایل به افزایش سطح هورمونا دیده شد. البته در محدوده نرمال. محققا اینو مثبت دیدن. گفتن شاید یه اثر پیشگیرانه در برابر کمکاری تیروئید در آینده باشه. نتایج سونوگرافی خیلی جالب بود. بعد از دوره اول تو 4 نفر اون نواحی تیره قبلی جاشون رو به ساختارهای روشن‌تر خطی یا نقطه‌ای داده بودن. خیلی شبیه کلسیفیکیشن یا رسوب کلسیم. تو 3 نفر دیگه بعد دوره اول تغییری نبود. اما بعد دوره دوم تعداد این نقاط روشن شبیه کلسیم خیلی بیشتر شد. حتی در 2 نفر از اون 3 نفری که در دوره اول تغییر نداشتن، این نقاط روشن دیده شد. فقط 1 نفر هنوز تغییر نکرده بود. بعد از دوره سوم تو 5 نفر تعداد این نقاط روشن به 30 تا 40 نقطه تو هر لوب رسید. 1 نفر فقط چند تا نقطه و اون 1 نفر آخری هم هنوز تغییر نکرده بود. پس اتفاق اصلی همون جایگزینی مناطق تیره با این نقاط روشن شبیه کلسیم بود. اما این نقاط روشن که شاید آدم اولش نگران بشه، تفسیرش چی از نظر پزشکی و سوجوک؟ یعنی اون التهاب فعال و نفوذ سلولا که باعث تیرگی میشد از بین رفته و این نقاط روشن شبیه کلسیم بیشتر نشونه ایجاد بافت فیبروز به صورت لکه‌ای و کانونی هستند. حالا شاید تعجب آور باشه، ولی توی این بیماری این نتیجه، یعنی جایگزینی التهاب با فیبروز، یه پیامد مطلوب یا بهینه حساب میشه، چون نشون میده روند تخریبی بیماری متوقف شده و دیگه التهاب فعال نیست. بیماری کنترل شده ولی بافت به حالت طبیعی برنگشته. حالت ایدئال برگشت کامل به طبیعت اصلیه، ولی این فقط تو مراحل خیلی اولیه ممکنه که معمولا بیمار اون موقع نمیاد دکتر. بنابراین در این مرحله هدف کنترل بیماریه، نه لزوما برگردوندن به حالت اولیه. حالا از منظر سیستم انرژی چطور؟ خب گفتیم که اینا تری در گرمی داشتن. حالا خوب شدن علائمشون نشون میده که این عدم تعادل انرژی اصلاح شده. نتایج سونوگرافی هم نشون میده انرژی بیماریزای اصلی، یعنی تری که باعث کیست میشه، انگار توسط انرژی سردی که در درمان استفاده شد از بین رفته. یعنی بدن از بین باد و سرمایی که بهش داده بودن سرما رو انتخاب کرده تا رطوبت رو دفع کنه. انگار بدن سرما رو به عنوان موثرترین راه برای غلبه بر رطوبت غالب در تیروئید انتخاب کرده بود. خب نکات مهمی که این پژوهش برای ما داره، اول اینکه سوجوک با ترکیب روش‌هاش میتونه واقعا برای درمان تغییرات کیستیک ناشی از CLT موثر باشه. دوم اینکه سونوگرافی ابزار عالی و عینی برای نشون دادن این اثر بخشیه و دیگه فقط حرف بیمار نیست. سوم اون کلسیفیکیشن هاست. یادمون باشه توی این بیماری ظاهر شدنشون بعد درمان نشونه مثبت بود، یعنی التهاب رفته و فیبروز اومده. این خیلی نکته مهمیه که اشتباه نشه. چهارم تاثیر روی هورموناست که تمایل به افزایش داشتن و این میتونه جلوی کمکاری رو بگیره. پنجم سوجوک کمک میکنه مکانیزم بهبود بدن رو بهتر بفهمیم. ششم موفقیت در این مورد این امید رو میده که شاید بشه برای نودولای کیستیک منفرد هم از سوجوک استفاده کرد که این میتونه نیاز به روش‌های تهاجمی رو کمتر کنه. پس سوجوک فراتر از بهبود علائم تغییرات ساختاری قابل اندازه‌گیری ایجاد میکنه و تفسیر اون تغییرات مثل کلسیفیکیشن خیلی مهمه. این نتایج نگاه ما رو به درمان‌های مکمل و نحوه ارزیابی اثراتشون تغییر میده. نشون میده چقدر مهم از ابزارهای عینی مثل سونوگرافی استفاده کنیم تا اثرات سوجوک رو مستند کنیم. این کار
هم به بهبودی بیمار اعتبار میده و هم راه رو برای بکارگیری سوجوک در پزشکی باز میکنه. و یه سوال مهم پیش میاد که با توجه به این نتیجه خوب برای کیستا، آیا نمیشه پروتکل‌های مشابهی طراحی کرد و با همین روش‌های عینی اثر بخشی سوجوک رو برای چیزهای دیگه مثل نودولای جامد تیروئید هم بررسی کرد؟ این یه مسیر ارزشمند برای تحقیقات آینده است. شاید بشه به بیماران بیشتری کمک کرد که بتونن درمانهای غیر تهاجمی بگیرن.